بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب تحلیل دفاعی ارانی رو از رو همون نسخه‌ای که آدرسشو دادم شروع میکنیم. من دفاعیه رو توی محورهای مختلفی تقسیم کردم و توی هر محور بر حسب اشاراتی که کرده اون تصویر کلی رو ازش استنتاج میکنم. منتها گذشته از این روشی که در پیش گرفتم به نظر میرسه که یه سری نکات جالب توجهی هم توی دفاعیه وجود دارد که لازم است یک توجه مضاعفی بهش بشه. یک محوری که توی این دفاعیه جالب توجه هست و جاهای مختلف دفاعیه اشاراتی میکنه بهش، من بهش میگم محور قیاس. یعنی اینکه این محاکمه رو شبیه به چی تشبیه میکنه، مقایسه میکنه با چه محاکماتی. یه محور دیگر هم یه جاهایی با این محور قیاس هم پوشانی داره، محور برگزیدگی. این برگزیدگی هم نکته جالب توجهی است که تقریبا با چپ جریان اصلی میماند تا انقلاب 1357. ابتدای دفاعیه میگه اهمیت آن، یعنی اهمیت این محاکمه، به حدی است که مانند تمام محاکمات اخیر چشم و گوش دنیا متوجه آن است. این محاکمات اخیر رو یه پانویسی که کرده ادیتور حزب توده و حدس میزنم که احسان طبری باید این پانویس های دفاعیه رو زده باشه، حدس میزنم. در اون گفته که منظور از محاکمات اخیر مقصود محاکمه حریق رایشتاگ در آلمان و محاکمه راکوشی و یارانش در مجارستان است. دو تا محاکمه میگه که در واقع متهمانش کمونیست بودند و وسیله‌ای برای سرکوب کمونیست ها قرار داده شد. هم محاکمه حریق رایشتاگ که یه مقدار اسرارآمیز باقی مانده است، اما به اغلب احتمال نازی ها خودشون آتش سوزی رایشتاگ را مستقیم یا به واسطه ایجاد کردن و بعد از محاکمه و در واقع اعدام یک کمونیستی که متهم شده به این، محکوم شد به این ایجاد حریق در رایشتاگ، قلع و قم احزاب کمونیست را در آلمان نازی کلید زدند. محاکمه راکوشی، من محاکمه راکوشی رو حقیقتش چیزی ازش پیدا نکردم. ماتیاش راکوشی رهبر برجسته کمونیستای مجارستان بود. واضع تاکتیک مشهور سالامی است. تاکتیک سالامی یعنی کالباس، نوعی کالباسه، یعنی لایه لایه احزاب مخالف، احزاب غیر کمونیست را حذف کردن. این تاکتیکی بود که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تو اروپای شرقی تقریبا به طور عام اجرا شد. یعنی کمونیستا اول معمولا یک اقلیت قابل توجهی در حد 30% 40% نیروی سیاسی رو داشتن، اما به کمک این اقلیت قابل توجه نهادهای پلیسی، یعنی نهادهای نظامی،
و امنیتی رو در اختیار می گرفتن و بعد احزاب غیر کمونیست را دونه دونه و از طریق جدا کردنشون از هم و تفرقه انداختن بینشون حذف می کردن تا زمانی که اروپای شرقی به طور کامل به تصاحب استالین درآمد و این همان زمانی است که نیروهای بریتانیایی قبل هنوز در اواخر جنگ جهانی دوم نیروهای بریتانیایی و امریکایی در مناطق اروپای شرقی متوجه شدند که یک استعاره وینستون چرچیل داشت، نرده آهنی. گفت یه جاهایی که دست کمونیست است اونجا نرده آهنی داره. این اصطلاحی بود که توی دیدار با استالین به استالین گفته بود چرچیل و این اصطلاح نرده آهنی رو بعداً تبدیلش کرد به پرده آهنی و که مربوط می شد به اون حصار امنیتی و سیاسی که حول اتحاد جماهیر شوروی و اروپای اقمارش در اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم و در آغاز جنگ سرد پدید آمد. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره و به نظرم باید بهش توجه کرد. ارانی عبارت رو مبهم قرار داده، محاکمات اخیر. پانویسی که ادیتور حزب توده زده قصد داره که یه مقدار این محور قیاس رو که تو کل دفاعیه و نه فقط یک جا در جاهای مختلفی از دفاعیه دنبال میشه بهش یه سمت و سوی مشخص و معنیداری بده، اما در واقعیت امر این محور قیاس توی دفاعیه بسیار مشوشه. یعنی نشان میده که ارانی در نسبت سیاسیش با دولت وقت، یعنی دولت پهلوی اول، تصویر و استعاره خیلی روشنی نداره و مثالهای بعدی که میاره نشون میده که ادیتور حزب توده با زیرکی میخواد که این محور قیاس رو معنیدارش کنه تو چارچوب کمونیسم جریان اصلی، کمونیسم بولشویکی پروسوویت. اما اشاراتی هست که نشون میده ارانی خیلی هم به اون سمت متمایل نیست و اینجاست که من میگم که یک نکات قابل توجهی میشه ازش استنباط کرد. فراتر از اون چیزی که میخوایم حول گفتمان چپ جریان اصلی بیرون بیاریم، راجع به ارانی و وضعیتی که در دفاعیه داره اشارات و نشانه های جالبی میشه دریافت کرد. توی این محور قیاس یه جای دیگه ای تو دفاعیه میگه مانند تمام آثار محاکمات قرن 18 فرانسه، محاکمه معروف کلونی، محاکمه 26 نفر و 53 نفر در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند. اینجا هم بسیار مبهم است. یعنی محاکمه 26 نفر رو من متوجه نشدم کدوم محاکمه رو میگه. محاکمات قرن 18 منظورش محاکمات دوران ترور بعد از انقلاب فرانسه است. یعنی دورانی که ژاکوبان ها تقریبا هر نیروی میانه روی را به اسم ضد انقلاب شروع میکنن به اعدام کردن و آخرش خودشون هم تومه همین اعدام های فله‌ای و گیوتینی عصر ترور میشن.
و این اشاره گذشته از این که میدونیم که لنین کلا توی حرفاش و تو آثارش خیلی به انقلاب فرانسه ارجاع میداد. یعنی شرایط انقلاب فرانسه یه چیزی بود که خیلی بهش هم تسلط داشت، هم مدام قیاس سازی میکرد، شبیه سازی میکرد وضعیتی رو که خودش و بولشویک ها در مقاطع مختلف انقلاب روسیه توش قرار داشتن با وضعیت ژاکوبن ها و انقلاب فرانسه. اما اینجا هم باز ما متوجه نمیشیم که دادگاه پس چیه؟ دادگاه در چه جایگاهیه؟ چون اینجا توی این استعارات، توی این تشبیه، یعنی توی این قیاسی که قرار میده، مدام این استعاره دچار تشویش میشه. یعنی خیلی تصویر دقیقی به ما نمیده. اگه اون پانویس ادیتور حزب توده چشم پوشی کنیم ازش، خیلی خیلی گیج کننده تر هم میشه. جای دیگه میگه صحنه‌های جنایت و قوانین جابرانه. به قانون خیلی اشاره میکنه و اساساً حمله همه جانبه‌ای میکنه به اصل قانون تو این دفاعیه. منتها اون توی محور دیگه این بحث میکنم. اینجا منظور چیز دیگری است. این عبارتی است که توی محور قیاس میتونیم بهش یه نگاه جدا بندازیم. توی بحث درباره قانون و مسائل خیلی انضمامی و مشخص و ملموسی که داره راجع به وضعیت ایران میگه، اونو تو محور دیگه ای بحث میکنم. چه صحنه‌های جنایت و قوانین جابرانه که به نام عدالت بر تاریخ بشر ظاهر و گردیده. در یونان قدیم به نام همین قوانین تیره و مفتضح جام شوکران به دست سقراط به عنوان مخالف با ارباب انواع شهر که آن روز مقدس بود داده شد. پس اینجا خودش رو سقراط فرض میکنه و دادگاه در واقع به خاطر اینکه یه درک جلوتر از زمانه خودش داره محاکمش میکنه. این فرق میکنه با محاکمات قرن 18 فرانسه یا اونی که ادیتور حزب توده داره میگه راکوشی و یارانش، یا محاکمه آتش سوزی رایشتاگ. در روم جمع کثیری در صحنه ها طعمه وحوش گرسنه شد. منظور نبردهای گلادیاتوری است. اینجا تشبیه دادگاه جنایی تهران به صحنه نبردهای گلادیاتوری روم باستان یه مقداری باز نشون میده که ارانی توی تصویر کردن، یعنی تو تشبیه کردن و قیاس کردن این دادگاه با دادگاه‌های تاریخی یه مقدار دچار سردرگمی است. اساساً در زاویه‌ای که نسبت به قدرت حاکم و جریان سیاسی داره به لحاظ سیاسی نامطمئن است. این نکته است که خیلی خیلی مهمه و توی بقیه آثارش هم این را میشه دید. به لحاظ سیاسی مردد است. بیشتر میخواد خودش رو یک حکیم فرزانه نشون بده تا یک مبارز سیاسی یا یک رهبر سیاسی. این همان چیزی است که به اغلب احتمال به همان دلیل اینو میشه احتمال داد که عبدالصمد کامبخش به همین دلیل پکیج 53 نفر را یک جا تحویل شهربانی میده. یعنی ارانی آن چیزی که لقمه باب طبع اتحاد جماهیر شوروی و حزب کمونیست شوروی باشد نبوده است. یه اشاره خیلی خیلی بودار دیگه هم جای دیگه از دفاعیه میکنه. در قرون وسطا، یعنی شما قرون وسطایی هستید، ما آدمای به هر حال عالم و دانشمند و منم که یک حکیم فرزانه هستم. در قرون وسطا به نام خدا و مسیح از طرف ادارات انکیزیسیون زبانها بریده شد، توده ها از افراد بشر زنده زنده به آتش انداخته شدند.
در قرون وسطا محاکمه بین ارباب و رعیت، اینجا دیگه میره سمت طبقاتی کردن موضوع، ولی خیلی خیلی ملایمه. یعنی توی دفاعیه نمایندگی از طبقه اجتماعی اساساً ارانی سمتش نمیره. ارانی بیشتر از موضع این که حکیم فرزانه‌ای هستم، من عالمم و شما نادانید، و جنگ بین جهل و علم میبینه دادگاه رو، هرچند که به لحاظ سیاسی مشوشه استعاره هایی که به کار میبره و مقایسه هایی که میکنه. خیلی خیلی مهمه که این استعارات مشوش است در دفاعی ارانی. در قرون وسطا محاکمه بین ارباب و رعیت و جنگ تن به تن بود که در آن خان سواره و با سلاح و رعیت پیاده و بدون سلاح در مقابل هم قرار می گرفتند. پس از ختم آن صحنه فجیع، نعش آن رعیت به عنوان محکوم از جلسه محاکمه بیرون کشیده می شد. تصویر واقعا گنگه. در دوره تجدد یعنی رنسانس رو توی چیز گذاشته، توی پرانتز گذاشته، معلوم نیست ادیتور حزب توده رنسانس رو اضافه کرده یا مال خودش بوده، در گفتار گفته و اینا توی پرانتز گذاشتن. در دوره تجدد تو پرانتز رنسانس، پیشوایان سعادت بشر مانند بیوردانو برونو، یعنی جوردانو برونو و غیره به سوختن در آتش و زبان بریدگی محکوم شدند. پس من جوردانو برونو هستم، شما ارباب کلیسای کاتولیک هستید، یا ما 53 نفر به هر حال یه چیزی در اون حدود هستیم و شما. برای همین میگم جهل و علم خیلی خیلی تضاد جدی‌تری است تا تضاد قدرت سیاسی، ظلم و عدل یا اینجور چیزها. گالیله اگر زانو به زمین نمیزد و با انگشت پا دنیایی را به ریش پاپ نمیخندانید نیز در آتش میسوخت. پس من گالیله هستم، شما هم که در واقع هیئت داوری کلیسای کاتولیک. این محور قیاس بسیار تصاویر مشوشی به ما میده. یعنی ما دقیقا متوجه نمیشیم که ارانی خودش رو به لحاظ سیاسی در برابر حکومت وقت چطور تعریف میکنه، و به نظر من این ابهام و این تشویش در ذهن ارانی واقعا وجود داشته است، هرچند که ادیتور حزب توده در پانویس هایی که اضافه کرده و حاشیه هایی که زده سعی کرده که این سردرگمی و تشویش موجود در دفاعیه رو حل بده به سمت یک معنی خاص. توی این محور قیاس من یه نکته دیگه رو طرح میکنم و این قسمت رو به پایان میبریم. نکته بسیار مهمی است، یه اشاره است که شاید بشه گفت برجسته ترین و مهمترین اشاره دفاعی است که سرنخهایی از این که چرا کامبخش 53 نفر را یک جا تحویل شهربانی رضا شاه داده است و به اغلب احتمال دستور از حزب کمونیست شوروی رسیده بوده است برای اینکه این حلقه به این شکل ادامه تداوم پیدا نکند به ما میده. موقعی که دلایل رد اتهامات رو برمی شمارد ارانی، تو دلیل 15 یه اشاره‌ای میکنه، اتهامی زدن به این که کتابی را امانت داده به کسی، کتابی را به کسی امانت داده و اون کتاب چی بوده؟ امانت دادن دیگر قرینه ای که مطابق دیکته های یک نواخت باشد، دلایل سست و مضحک مانند نسبت امانت دادن یک کتاب بدون توجه به موضوع آن. کتاب چی بوده؟ مثلا امانت دادن کتاب بوخارین، منظور نیکولای بوخارین است که تقریبا همزمان با دادگاه 53 نفر به طرز بینامونشانی اعدام و دفن شد در اتحاد جماهیر شوروی و یک مهمترین تئوریسین اقتصادی انقلاب اکتبر و مورد ستایش شخص لنین بود. مثلا امانت دادن کتاب بوخارین که در سرتاسر شوروی قدغن است،
از این قبیل می باشد و جوانان برای مسخره کردن پرونده ها و جای مهر گذاشتن برای آینده اغلب این قبیل قرائن را دادند. محکمه بایستی متوجه باشد و او نیز این استهزاها را دلیل خود قرار ندهد. یعنی میگه اون کسی که گفته حالا یا به من بخاری نه امانت داده یا من بهش بخاری نه امانت دادم، خواسته شما رو مسخره کنه. شما نباید باور کنید این حرفا رو. اینجا یه صدا، یه چیزی، یک اماره ای داره میاد از یک خط تمرد از خط پروسوویت از جانب ارانی. ارانی به طور کلی یه آدم گوش به فرمان حزب کمونیست شوروی به نظر نمیرسه تو هیچ کدوم از نوشتاش. برای اینکه خودش رو آدم حزبی سیاسی خیلی معرفی نمیکنه. آنچه که ما میبینیم حکیم فرزانه است. حکیمی است که علم را به شما میده. حالا یه جایی پسیکولوژیست، به قول خودش علم روح، البته روح ترجمه درستی نیست، همون علم روان است یا علم نفس است. حالا علم النفس یا معرفت النفس میگفتن سایکولوژی یا پسیکولوژی رو. بیشتر این است و گرچه رهبری 53 نفر را به ارانی نسبت میدند، اما مشخص است آن کسی که دست بالا را از نظر حزب کمونیست شوروی داشته توی این جمع عبدالصمد کامبخش بوده است و کامبخش بر حسب یک تشخیص از بالا، حالا یا دستور حزب کمونیست شوروی بوده است یا تشخیص خودش بوده و این خط تمرد ارانی از خط پروسوویت را ما میتونیم ببینیم و خیلی یک احتمال قابل توجهی به نظر میاد که کامبخش دقیقاً همین تمرد ارانی رو مبنای تحویل دادن 53 نفر به شهربانی قرار داده باشد. خب محور قیاس رو ترک کردم، بهش اگه لازم شد برمیگردیم، ولی محورهای دیگر رو میذاریم برای قسمت‌های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.